تاریخ لیست شدن بلوم طبق اطلاعاتی که خود بلوم داده داخل این ویدیو تاریخ لیست شدن بلوم رو اعلام میکنم و در مورد قیمت بلوم. خیلیاتون سوال میپرسین آیا بلوم مثل ماجور قراره اتفاق بیفته و به ما هیچ توکنی نده، ارزشی نداره؟ تک تک سوالایی که تو ذهنتونه 0 تا 100 توضیح میدم و در مورد آپدیت جدید بلومم 0 تا 100 توضیح میدم. فقط قبل از اینکه بریم ادامه این ویدیو رو ببینیم دوستان، این ویدیو داره قرعه کشیه. اونایی که نمیدونن قرعه کشی چیه، من هر ویدیویی میذارم داخل کانال یوتیوبم قرعه کشی میکنم. شرط قرعه کشی هم خیلی آسونه، فقط یه دونه کامنت بذارین، هوش مصنوعی به صورت رندوم و شانسی داخل کامنت یه نفر رو انتخاب میکنه و قرعه کشی ما هیچ اجباری داخلش نیست، فقط از رو مرام عشق دوست داریم یه نفر برنده بشه، جایزه ناقابل بهش بدیم. فقط ممنون میشم بابت حمایت کردن من شده این ویدیو رو لایک کنین، هم برای اینکه کسایی زیادتری بتونن این ویدیو رو ببینن. عشقین همتون، لایکو بزن. لیتس گو، بریم سراغ ادامه ویدیو. درود به همگی، امیدوارم حالا همگیتون خوب باشه. امیدوارم هر جای دنیا هستین خوب و شاداب و سرحال باشین. دوستان امروز اومدیم داخل این ویدیو تاریخ لیست شدن بلوم رو اعلام کنیم و در مورد قیمت توکنش چجوری به ما توکن میده 0 تا 100 توضیح بدم. فقط قبل از اینکه ادامه ویدیو رو ببینیم اگه هنوز لایک نزدی لایکو بزن عزیزم. خب دوستان، در مورد تاریخ لیست شدن بلوم و در مورد قیمت گذارش، اول از همه خیلیاتون در مورد این گزینه بلوم سوال پرسیدین که دیگه خودتون همتون میشناسینش و گفتین آقا این گزینه‌ای که اضافه کرده اصلا مال چیه، به چه صورت، این چیه، این توکنا چیه، ما خرید بزنیم نزنیم چیکار کنیم؟ 0 تا 100 براتون. چرا اینطوری میاد بیرونین؟ 0 تا 100 بدبختی چون اینطوری میکنه. 0 تا 100 براتون توضیح میدم و بهتون میگم به چه صورته. دوستان از نظر من اصلا سمت همچین چیزی نری. اینجا شما میتونین توکن خودتون رو بسازین و توکن خودتون رو حالا یه سری کارا انجام بدی، یه سری این ور اون ور، مثلا توکنت پیشرفت کنه بتونین بفروشی و اصلا یه چیز چرت و پرته برای ما ایرانی‌ها. دقت کنین، برای ما ایرانی‌ها، چون این توکن خیلی سخته تا برسه این که بره داخل صرافی و لیست بشه و کلی پول پشتشه. خب و یه چیز الکی نیست که هر کسی بیاد اجرا کنه بتونه پیشرفتی داخلش انجام بده و خیلی جا خیلی چیزای دیگه، خیلی کانالای دیگه میگن آقا برو داخل بلوم از این توکن فلان خریداری کن، این توکن قرار لیست بشه، نمیدونم این توکن 100%. یا خیلی از کانالای گنده میان، کانالای فارسی زبون دیگه میان میگن آقا توکن ما رو خریداری کنی، توکن ما قرار رو بهتر کنه، با این توکن پرواز میکنی. یا خیلی ها میان چرت و پرت تحویلت میدن، میگن آقا بیت کوین رو نمیدونم فلان ارز. 7-8 سال پیش هیچ کس فکرشو نمیکرد که تا 98,000 دلار برسه. اینا همش چرت و پرته، معذرت میخوام و اصلا نرین پولاتون رو خرج همچین چیزی بکنی، چون کسی که اصلا تصور کنیم خود من شخصا احتمال داره یه توکنی رو اندازی کنم و بگم همه بریزن سمتش، همه که ریختن سمتش کلی توکن هم افزایش پیدا میکنه. من مقدار زیادی از اون توکن رو خریداری کردم، مال خودمه. خب زمانی که اوکی شد میام این مقدار رو با قیمت بالا میفروشم و توکن ریزش شدیدی میکنه و بدبخت میشین. اصلا سمت همچین گزینه‌ای نرین، یه چرت و پرته، اینو ولش کن. بریم سراغ اصل مطلب که اگه بنده خدا بلوم بذاره ما اوکی بشیم. خب در مورد تاریخ لیست دوستان، خود بلوم داخل کانال رسمیش، داخل توییتر، همه جا اعلام کرده که ما تا آخر 2024 لیست میشیم. حالا 2024 که آخرش رسیده دوستان، کمتر از 1 ماه، نزدیک 1 ماه خورده مونده و اینطوری در نظر بگیرین تو کمتر از 1 ماه قراره یه سری چیزا رو به ما نشون بده و خودش هم گفته آقا زمانی که این گزینه رو راه اندازی کردیم، توکن دی و این ور و همه اومدن ارز مرز رو تشکیل دادن، دیگه میره سمت لیست شدن و لیست شدنش کمتر از 1 ماه مونده که اعلام بشه. به چه صورتی؟ این اطلاعات کامل، نمیخوام اطلاعات دروغی بهتون بگم آقا تاریخش انقدره، کمتر از 1 ماه. پس شما فعالیت‌های خودتون رو داخل بلوم انجام بدید و خیلی چیزا، خیلی جاها سوال میپرسین آقا ما چیکار کنیم توکن خوبی از بلوم به دست بیاریم، آیا واقعا بلوم قیمتش خوبه، آیا واقعا بلوم بهمون توکن میده؟ دوستان بذار چند تا نکته خیلی ساده بهتون بگم که قشنگ بفهمید. اول از همه شما سعی کنین همیشه فعال باشین. دوم از همه اگه تا جایی که پول دارین دوست دارین هزینه کنین، دوستان اینجا یه سری تسک، یه دونه تسک بلومه که با پرداخت یک مقدار کوچولو تون ازتون
تسکش رو تیک میخوره و حالت اینه مثلا تسک فعال بودن شماست. این خیلی خوبه دوستان. من نمیگم اجباری ها، اجباری نیست. اگه پول دارین یه نیم تن، یه تن داخل کیف پولیتون بذارین که بلومو بهش بس کردین، هر دفعه که این تسک براشتون فعال میشه با پرداخت یه کوچولو تن این تسک براتون 1000 تا توکن خود بلومو میده و از اینجا تایید میشه. این خیلی مهمه دوستان برای اینکه فردا پس فردا بلوم لیست بشه بتونین پول خوبی به دستتون برسه. دوستان دقت کنین این هیچ اجباری داخلش نیست، فقط پیشنهاد خود منه، چون واقعا پروژه مثل بلوم خیلی قدرتمنده و اگه از نظر من که بخوای براش یه کوچولو هزینه کنی هیچ مشکلی نداره. خیلی ها داخل ماجور پول به دستشون نرسید، خیلی اومدن داخل ماجور نزدیک 7-8 میلیون ریسک کردن، هزینه کردن. من نمیگم 7-8 میلیون برای بلوم هزینه کنه، ولی خیلی ها این کارو کردن و نتیجهش هم گرفتن. 1000 تا توکن بهش داد. حالا این توکن رو در حال حاضر قیمتش نزدیک 2 تا تتر دیگه، یعنی 120,000 تومان هر یه دونه توکن میجر. حالا شاید برسه به $1 هم، خب ولی کاری به این ندارم. در مورد بلوم، پروژه بلوم خیلی قدرتمنده دوستان، پروژه الکی نیست که قیمت الکی بخوره. پس خواهشاً این چیزایی که بهتون میگم دیگه میل خودتون دو تا 3-4 تا بکنین براش انجام بدین. اگه دوست هم نداشتی، شرایط مالی نداشتی، هیچ اجباری نیست براش انجام ندین. و در مورد یه چیزی که خیلی مهمه، در مورد فرند، اگه از بلوم هیچ فرندی نداری سعی کنین حداقل 3-4 تا 5 تا فرند بگیرین. یعنی برای دوست آشنا فامیل به زور که شده استارتو بزنید نزدیک 4-5 تا فرند بذار داشته باشی که بلوم شما رو تشخیص بده فعالید. خب و اون کیف پولی که بهش وصل کردی بعضی موقع تراکنش تونه که بهش واریز میکنی این خیلی مهمه. بلوم تشخیص میده که شما فعالیم و این نسبت به توکن دهی شما خیلی عالیه. حالا مثلا من داخل این کیف پولی بلوم مثلا یه تتر واریز کردم، خب مثلا یه مقدار تونم داخلش بود، بالای 2 تا تن داخلش بود، ولی خرج کردم. خب اومدم سر خود بلوم خرج کردم، سر ایدراپ نات پیکسل خرج کردم. ایدراپ مثل نات پیکسل بلوم اینا قدرتمندن، ارزش داره براش خرج کنیم واقعا. و از نظر من اگه پول داری براش حداقل نیم تن 1 تن بخر داخل کیف پولی بذار، هر دفعه که تسکش بیاد هزینه کنو تا بتونی توکن خیلی خوبی بگیری. در مورد قیمت بلوم دوستان که به چه صورته، دوستان واقعا قیمت توکن دهی بلوم خیلی بالاست، اصلا نمیشه هیچ نظری بدی چون معلوم نیست چجوری میخواد به ما توکن بده. دقت کنید ماجور خیلیاتون بالای 1 میلیون 2 میلیون ستاره‌اش رو داشتیم ولی دیدین اصلا 4-5 تا توکن بهتون داد. بلوم قیمت توکنش خیلی بالاست ولی معلوم نیست چجوری بهمون توکن میده. خب شاید اصلا اینا مهم نباشه، شاید اصلا یه سری چیزای دیگه داخل خود بلوم مهم باشه که من براتون توضیح دادم، مهماشو گفتم. یکیش فرنده، یکیش اینه که یه کوچولو بعضی موقع براش تون پرداخت کنی، اجباری نیست هر دفعه پرداخت کنی، یه کوچولو 1-2 بار تون پرداخت کن که شما رو تشخیص بده فعالی. دوستتون دارم، خوشحال شدم تا اینجا ویدیو همراه من بودی. امیدوارم از این ویدیوهای من 0% قشنگ توضیح رو فهمیده باشین. البته اگه لکنه زبون دارم نمیدونم زبونم میگیره و نمیدونم یهو فارسی و کردی قاطی میکنم به دل نگیری، من چون فارسی یه کوچولو ضعیفه. عشقین همتون، یکتون دوست دارم. اگه قصد خرید تون داشتی آیدی تلگرام تو قسمت کامنت هاست، میتونید از ادمین ما خریداری کنین. و اگه قصد خرید فیلتر شکن آی پی ثابت داشتین که بهتون 100% پیشنهاد میدم، این فیلتر شکن مخصوص تمام ایدراپاست، یه سرور جدا داره که وصل میشه به اون سرور. زمانی که هر ایدراپ لیست بشه سریع میتونی وارد ایدراپ بشی، توکنتو انتقال بدی، یا اصلا باعث نمیشه هیچ تغییر آی پی داشته باشین داخل ایدراپا و بتونه ایدراپا رو شما رو با تشخیص نده. یا اصلا خیلی از ایدراپا دیدین شما رو بند کردن، به خدا بیشترش به خاطر فیلتر شکن است. میگه آقا هیچ کاری نگم چرا منو بند کرده، مینفای مثلا بند کرده، ماجور بعضیا رو بند کرد. این بیشتر به خاطر وی پی انه. ما خودمون با کمترین هزینه میتونیم اشتراک 1 ماه بخریم. دقت کنین، خدا سرشاده، همین اشتراک و همین سروری که ما میفروشیم هر جا بری بخری کمتر از 80-90-100 هزار تومان نیست. قیمتش الان 35,000 تومانه. تازه قیمتش خیلی افزایش پیدا کرده ولی ما نه، افزایش قیمت رو نداشتیم. دقت کنین چند 1-2 ماه پیش فقط 30,000 تومان رو 5,000 تومان روش گذاشتیم، چون واقعا اصلا 5,000 تومان هم هیچ نیست. یعنی تقریبا اگه 1-2-3-4 تا رو بکنم تقریبا باید 45,000 تومان میشد، ولی نه،
ما فقط 5000 تومان گذاشتیم، سود صفر، 35000 تومان شما میتونید اشتراک یک ماه بخرید. عشقین همتون، بریم سراغ قرعه کشی ببینیم برنده خوشبخت امروز ما کیه. لیتس گو. خب دوستان، لینک ویدیویی که میخوام قرعه کشی کنم کپی میکنم، وارد سایت میکنم، اون سایت هوش مصنوعی به صورت رندوم شانسی یه نفر رو انتخاب میکنه داخل کامنتو و هر چقدر کامنت بیشتر بذارین شانستون بیشتره. خب این ویدیو بالای هنوز قرعه کشی نکردم، احتمال داره امشب قرعه کشی کنم. حتما این ویدیو رو نگاه کنین. در مورد همستر 0 تا 100 توضیح دادم، امیدوارم مفید باشه. یه دونه لایک و یه دونه کامنت بذارین، عشقین همتون. خب ببینیم برنده خوشبخت امروز ما کیه. لینک اینجا میذاریم و اینجا اینو میزنیم. خب دوستان دقت کنین، جایزه قرعه کشی شماره مجازی. با شماره مجازی میتونی فرن یا همون زیر مجموعه تموم ایدراپ ها رو بگیری. اگه شماره مجازی هم نخواستی، ما بهتون اشتراک فیلتر شکن خودمون میدیم. دقت کنین، یه چیزی هم یه مطلبم یادم رفت، برای کسایی که نمیتونن فرن گیر بیارن و نمیدونن چیکار کنن، ما خودمون شماره مجازی میفروشیم، نسبت به هر جای دیگه هم ارزونه، کاملا امنه، هیچ ترس و لرز بابت بند شدن نداره، چون واقعی شماره ها و هیچ مشکلی نداره. آیدی تلگرام تو قسمت کامنت، از اونجا میتونی از ادمین ما فیلتر بخری، شماره بخری، تون بخری، هر چیزی داشتی آیدی تلگرام تو قسمت کامنت. ببینیم برنده خوشبخت امروز ما کیه. خب این داداشمون برنده شد. نمیدونم داداش خانم هرچیه، نوشته سپاس داداش، مبارکت باشه. آیدی تلگرام تو قسمت کامنت، از اونجا از همین صفحه اینطوری عکس بگیر، از اینجا برای ادمین بفرست که جایزه رو بهتون بده. عشقین همتون مواظب خودتون و خانواده گرامیتون باشین. و دوستان یه چیز خیلی کوتاه بهتون میگم، ما خودمون یه دونه ایدراپ یا همون یه دونه ربات ساختیم که با استارت زدن این ربات و یه سری ماموریت ها داره انجام بدید. داگز 8 توکن داگز دیگه همتون میشناسین. داگز رو به صورت رایگان به دست میارین، یعنی شما میایید لینک ایدراپ و لینک دعوت رو برای دوستات میپرسید، داگز بهت میده. داگز به صورت رایگان میتونی برداشت بزنی و انتقال بدی داخل کیف پولی، از اونجا میتونی بفروشی یا میتونی نگه داری برای آینده. عشقین همتون مواظب خودتون و خانواده گرامیتون باشین. تا ویدیو بعدی، خدا یارو نگهدارتون.